برگ سبز، برنامه شماره 150. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته‌ای، در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته‌ای. نقد سالک نیست جز تیمار قلب خسته‌ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره، گفت از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره، گفت در بهار عمر ز ازهار حقیقت دسته‌ای. گوهر غم نیست جز در بحر طوفان‌زای عشق، کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته‌ای. رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته‌ای، از خاطرم چو اشک به دامان نشسته‌ای. از ما چه دیده‌ای که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشسته‌ای.
بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو اشک که لرزان نشستی. Thank you.
رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، از خاطرم چو اشک به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع، خندان میان بزم حریفان نشسته ای. بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو اشک که لرزان نشسته ای. ای اشک هر چه ریزمت از دیده زیر پای، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای.
امشب شراب خانه رندان خموش بود، خموش بود. امشب شراب خانه رندان خموش بود، نه رنگ در پیاله، نه رنگ در پیاله، نه باده به جوش بود. جان نه رنگ در پیاله، نه باده به جوش بود. بان یگانگی که به میخانه دیدم، بان یگانگی که به میخانه دیدم، بیگانگی فزود، بیگانگی فزود که ساقی به هوش بود. افتاده بود پیر خراباتیان به پا، جان را
پیر خراباتیان ز پا بار گران بار گران هنوزش به دوش بود یا هایی که رهنورد مقام حقیقت هایی که رهنورد مقام حقیقت کی جای سنگ حادثه کی جای سنگ حادثه ای پرده پوش بود یا برخیز ساقیا برخیز ساقیا می چون آفتاب ده جانا برخیز ساقیا میگه چون آفتاب ده
امشب شرابخانه رندان، امشب شرابخانه رندان خموش بود. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود، تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برگ سبز شماره 150 بود که با شرکت آقایان محجوبی، گلپایگانی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، دهخدا، فرهاد، بیژن ترقی و عراقی. آهنگ همایون